آقای زیبا کلام، شما از نسل در واقع یه جوری میشه گفت انقلابی‌های سال 57 هستین. چه پیامی، چه جمله‌ای دارید خطاب انقلابی‌های امروز یا کسانی که بالاخره اعتراض دارن امروز؟ نکنید انقلاب ختمی به دموکراسی نمیشه. اون چیزی که دموکراسی میاره تغییر تدریجیه. انقلاب 22 بهمن 57 نشون دادش که انقلاب ختمی به دموکراسی نمیشه. البته اینو سالها قبل چیورز گفته بود، ما بهش گوش ندادیم. اون گفت هیچ انقلابی ختم به دموکراسی نمیشه، چون در انقلاب کسانی به قدرت میرسن که به جز بغض و کینه و نفرت نسبت به گذشته هیچ چیز دیگری ندارن. 47 سال صبر کافی نیست برای اصلاح‌های برای زیبا کلام. حالا اون یه بحث دیگری هستش که چجوری تغییر رو باید انجام دادیم. ولی انقلاب